دوست دارید از این دستبندهای چرم داشته باشید؟ بریم بهتون یاد بدم. اولین کار اینه که 5 تا تریشه به طول مچ دستتون و ارزی که دوست دارید برش بزنید. ارز کار من 7 میل هستش. 4 تا از کارها رو دو تا روی هم قرار بدید و یه دونه‌شو تک بذارید. یه گیره بیارید و به تریشه ها وصل کنید و سعی کنید اون رو لبه یک میز فیکس کنید که موقع بافتن راحت کارتون انجام بشه. من از چسب استفاده کردم برای فیکس کردن. بریم که حالا با دستبند رو ببافیم. ببینید سمت راست دو تا روی هم دیگه، وسط یه دونه تک و سمت چپ هم دو تا روی هم دیگه. تریشه زیری سمت چپ یعنی این رو میاریم روی وسطی قرار میدیم به این حالت. حالا تریشه زیری سمت راست یعنی اینو میاریم روی این کار قرار میدیم به شکلی که دست چپ ما 3 تا تریشه داره، حالا دست راستمون 2 تا. چیکار می‌کنیم؟ از وسط نگهش می‌داریم و از سمت چپ شروع می‌کنیم به بافتن. به چه شکل؟ یه دونه زیر میبرم زیر کارو، یه دونه رو. حالا دست راستم 3 تا تریشه داره و همین کارو تکرار می‌کنم. یه دونه زیر، یه دونه رو. حالا دست چپم 3 تا تریشه داره و حواسم همزمان هست به اینها که خیلی شل و سفت نشن. من حالا سری کارو انجام میدم. اینو تا انتها باید انجام بدید و می‌بینید که شکل کلی دستبند به وجود میاد. سری یه دونه زیر، یه دونه رو. خیلی راحت هستش تا انتها. و همزمان هم حواسم هست که دستبندم شل نشه. ما تو کارگاهمون محصولات چرم طبیعی تولید میکنیم. اگه دوست داشتید یه سر به پیجمون بزنید.